وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول. إنك بعون الله تعالى ما درس خود را دوام میدهیم از کتاب دروس اللغة العربية، يعني درس های زبان عربی لغیر الناطقین بها، برای کسانی که با آن حرف نمیزنند، یعنی برای غیر عرب ها یا که برای عرب هایی که زبانی فصحی را گم کردند. درس امروزی ما بعون الله تعالى الدرس الثاني والعشرون، درسی 22. بعد از این یک درسی دیگر به همین کتاب به آخر می رسد ان شاء الله. درسی 22 و 23 قریب که یک موضوع دارد، از نگاه قاعده زبان عربی الممنوع من الصرف. با وجود این همه الممنوع من الصرف رو ذکر نکرده است، همش ذکر نکرده است. نعم. الكلمات الجديدة للدرس الثاني والعشرين، كلمة های نو برای درسی 22. ازرق، کبود، جمعش زرق می شود، جنسی زنانش زرقاء. اسود، سیاه، جنسی زنانش سوداء، سود جمعش می شود. در اینجا جمع زنانه اگر اهمیت داده باشه، زرقاء، سوداء، صفراء، حمراء، اینها الممنوع من الصرف می باشند. از جمله الممنوع من الصرفی که یک تا علت دارند، در آخرشون الیفی ممدوده می باشد. نعم. اصفر، زرد، جنسی زنانه صفراء، در سوره بقره آمدگی هستند، صفراء و فاقع لونها تسر الناظرین. خب، صفر جمعش می شود. احمر، سرخ، جنسی زنانه حمراء، جمعش حمر، یعنی این جمع هم برای مذکر می شود و هم برای مؤنث. ابیض، سفید، جنسی زنانه بیضاء، جمعش بيض. اخضر، سبز، جنسی زنانه خضراء، جمعش خضر. قلیل، کم. كثير، بسيار. فنجان، بيولا، جمعش فناجين، الممنوع من الصرف شد. فنجان، نعم، فنجان. فناجين جمعش بشود، الممنوع من الصرف شد، زیرا بعد از الف تکسیر 3 حرف آمده ایستاده است، میاننگش چی دارد؟ سکون دارد. الدرس الثاني والعشرون، درسی 22. اول متن رو میخوانیم ان شاء الله، بعد به قاعده ها میگذریم. حامد طبیب، حامد پزشک است، دکتر است.
طبیب است. در اینجا حامدون مبتدا است، مرفوع و علامت که مرفوع بالابتداء و علامت رفعه ضم ظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد منصرف. طبيب خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد منصرف. هذه جملة اسمية. این جمله را جمله اسمیه نامیده می شود. هر جمله‌ای که با مبتدا آغاز شود وی را چی میگویند؟ جمله اسمیه میگویند، زیرا که جمله اسمیه فعل نمی شود، جمله فعلیه می شود. زوجته مدرسه، همسرش مدرسه است، معلمه است، یعنی همسر حامد. اسمها آمنه، نامش آمنه است. در اینجا زوجته مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير الغيبة، والهاء ضمير الغيبة ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالمضاف. مدرسة خبر. اسمها آمنة، نامش آمنة است. حامد له 4 أبناء، حامد 4 پسر دارد. هم ویها حمزه است یکی از اونها، و عثمان و عثمان است، و احمد و احمد است، و ابراهیم است. 4 پسر. احمد و حمزه طالبان، احمد و حمزه دانشجویان. احمد طالب مجتهد و حمزه طالب کسلان. احمد دانشجوی کوشش کننده است، با غیرت است، تلاش کننده است، با فعال است. و حمزه دانشجوی دنگاسه است یا که تنبل است. نه. قال یوسف چنین گفت: عندي 5 أقلام، من 5 قلم دارم. هذا قلم احمر، این قلمی سرخ است. در اینجا غیر منصرف ها رو گذشته شدیم، حاضر حاجت نیست برای بیان کردن، در آخر همشه میفهمونیم. هذا قلم احمر، این قلمی سرخ است. و هذا قلم ازرق، و این قلمی کبود است. و هذا قلم اخضر، و این قلمی سبز است. و هذا قلم اسود، و این قلمی سیاه است. و هذا قلم اصفر، و این قلمی زرد است. قالت زینب چنین گفت: عندي منادیل کثیره، من روی مالچه های بسیار دارم. هذا ابیض، این سفید است. و هذا اصفر، و این زرد است. و هذا احمر، و این سرخ است. و هذا ازرق، و این کبود است. قالت لها فاطمه برایش گفت: اعندك مندیل فی شیء؟ عندكم اخضر؟ يعني خیلی معلوم است معناش. اخضر من جنده سبز. نعم. قالت لها فاطمه برایش گفت: اعندك مندیل اخضر؟ آیا تو روی مالچی سبز داری؟ لا ما عندي مندیل اخضر، نه من روی مالچی سبز ندارم. در نظر شما چی خیلی است اینجا سبز آمد؟ نه. قال طلحه چنین گفت: عندي مفاتيح كثيرة، من کلیدهای بسیار دارم. هذا مفتاح الغرفة، این کلید از اتاق است. و هذا مفتاح الحقیبة، و این کلید از جامدان است. و هذا مفتاح السیاره، و این کلید از
نقلیات است. میتونیم بی از ترجمه کرد. این کلید اتاق است و این کلید جامدان است. میشه با از در زبان تاجیکی گفتند و بی از هم گفتن میشه. و فکرم با زبان روسیه تکلوچ اتماشینی میگوین. قال سفیان چنین گفت فی بلدنا مساجد و مدارس کثیره. در شهر ما مسجد و مدرسه های بسیار است. اگر حرف واو را در زبان تاجیکی ترجمه نکنید در آخری کلمه او اضافه میکنند. در شهر ما مسجد و مدرسه های بسیار است. اگر یعنی که مسجد و گوید خطا میشد. در شهر ما مسجد و مدرسه های بسیار است. شرط نیست مثال گفتند که در شهر ما مسجد ها و مدرسه های بسیار است. می شود که همون جمع رو در آخری جمله معین کنید. در شهر ما مسجد و مدرسه های بسیار است. چون که کلمه بسیار کثیره بسیار به همش تعلق داره، به هر دویش. و فنادق قلیله و مهمان خانه های کم است. هؤلاء اطباء آیا اینها دکترند؟ لا هم مدرسون، نه و هم مدرسند. و هم علماء کبار و ها علم های کبارند، علمای بزرگند. اکنون الممنوع من الصرف آن اسمهایی که از صرف منع شدگی هستند، یعنی از گرفتن تنوین منع شدگی هستند. برای همین وایها را الممنوع من الصرف میگویند. فهمیدید؟ الانواع الآتیه من الاسماء ممنوعه من الصرف. همون نمودهایی که در پایان ذکر میشوند، یعنی همین اسمهایی که در پایان ذکر میشوند وایها ممنوعه من الصرف میشه. درست نه، یعنی اسمهایی می باشند که وایها از گرفتن تنوین باز داشته شدگی هستند. بعدن زینب و مریم و فاطمه تو اینها را علاهده میگم. یکوبش این که در اینجا به ترتیب آوردگی است صاحب کتاب، یکون ترتیبی خوب آوردگی نیست. دویم خطاگی آن که همه الممنوع من الصرف ذکر کردگی نیست. برای همه حاضر من قاعده رو میخوانم، هر چی را که ذکر کرده است و اینها را در اینجا قید میکنم که این در همون بندی ذکر کردگی شیخ صاحب کتاب میباشد، اینش ذکر نکرده است. بنابراین درباره الممنوع من الصرف میگوییم قاعده را. الممنوع من الصرف تعریفه، یعنی تعریف الممنوع من الصرف چنین میباشد: هو الاسم المعرب، یعنی اسم الممنوع من الصرف این اسم معرب می باشد، یعنی که وی اعراب رو قبول می کند، آخرش دیگرگون می شود. الذي لا يلحق آخره الكسرة ولا التنوین. فقط از دیگر اسمهای معرب فرقش آن بوده است که در آخرش نه کسره داخل می شود و نه تنوین، اما فتحه و ضمه را قبول می کند. فتحه ضمه قبول می کند. حکمه یرفع بالضمه و ینصب و یجر بالفتحه. حکمش از آن عبارت است که این قاعده را از روی الممتع فی شرح الاجرومیه گفته سادیم. مبادا اگر قاعده را از کجا گرفتنم فهمید. الممنوع نعم، حکم الممنوع من الصرف آن است که با ضمه آن را رفع خوانده می شود و با فتحه نصب و جر خوانده می شود. والممنوع من الصرف على نوعين. اسم الممنوع من الصرف بدو نوع، که بدو قسم تقسیم می شود. نوع یمنع من الصرف بسبب علة واحده، یک نوع بود است که تنوین نمی گیرد به خاطر یک علت داشتنش. و نوع یمنع من الصرف بسبب علتين، یک نوع دیگر بود است که به سبب دو تا علت، سبب دو تا علت. اولا ما يمنع من الصرف بسبب علة واحده، اون الممنوع من الصرف کی با سبب یک تا علت همین خیل شده است. و هو نوعان، این دو نوع می باشد. الاسم المختوم بألف التأنیث المقصوره، یعنی که اسمی که خاتمش به الف زنانه می باشد. فهمیدید؟
یعنی اسمی که در آخرش الیفی زنانه می باشد. المقصورتی خواه وای المقصوره باشد مانند لیلا، حبلا، جرحا. او الممدوده یا که همون الاسم المختوم بألف التأنیث عبارت از ممدوده باشد، مد، مانند صحرا، بیضا، علماء. برای این یعنی رقم 6 قسمی با رو دیدن در کار. رقم 6 قسمی با کتاب دیسو دید رقم 6 بینید. اغنیاء، اصدقاء، اقویاء، اطباء، فقراء، وزراء، زملاء، علماء. فهمیدید؟ درباره همین حاضر قاعده رو خواندیم. اینها یعنی خاتمه این اسم ها با الیف تأنیث می باشد. فهمیدید؟ با الیف تأنیث می باشد، ولی متاسفانه الیف تأنیث را یک نمودش آورده است. الیف تأنیث دو خیل می شود. الیف مقصوره می باشد یا که ممدوده می باشد. در اینجا فقط ممدوده اش را آورده است. ممدوده یعنی مد کشیده می شود، به خاطری بعد از الیف مد همزه داشتنش. بعد از الیفی که مد شده ایستاده است، همزه آمده ایستاده است. با دوام میتیم قاعده را. دویم صيغه منتهى الجموع. صيغه منتهى الجموع یعنی که شکلی که جمع نهایی می باشد که از وی زیاد دیگر جمع کردن نمی شود. جمع نهایی، آخران جمع. و هو كل جمع بعد الف تکسیره حرفان. این هر جمع را می نامند که بعد از الف شکسته تا حرف است. یکی ثلاثه، یکی سه تا حرف می باشد. اوسطها ساکن، میاننگیش سکوندار می باشد. مانند اساور و مصابیح و محاریب. برای این بندی 6 و قسمی جیم و دال را میبینیم. بندی 6 حاضر نگاه کردیم که مساجد، مدارس، فنادق، مکاتب، دقائق. این هم همون بعد از الف شکسته دو تا حرف آمده ایستاده است. قسمی دال منادیل، مفاتیح، فناجین، کراسی. همه اینها در زیر رقمی 6 آورده است. این خطا است. هر یک کدام این فرق میکنه از یک دیگرش. فهمیدید؟ اغنیاء با دیگر علت الممنوع من الصرف شدگی است. فهمیدید؟ مساجدو با دیگر سبب الممنوع من الصرف شدگی است. با بندها جدا کردن و ها یکو معنا ندارد. خب بعدن یعنی اینها دو علته. معذرت یک علت رو خوندیم، معذرت. ثانيا ما يمنع من الصرف بسبب علتين. بو هست که الممنوع من الصرف است یا که شدگی هست بسبب دو تا علت. الذي يمنع من الصرف بسبب علتين اما ان يكون علما او صفه. همون که تنوین نمیگیرد، یعنی الممنوع من الصرف که با دو علت این طور شدگی است، یا یکم علتش علم می باشد یا که صفت می باشد. این علت های اساسیش یا علم هست یا که صفت است. در برابر علم یگون چیزی دیگر شدن است در کاره، در برابر صفت یگون چیزی دیگر شدن است در کاره، که بعد در نتیجه دو علته می شود. دو علته. فالعلم يمنع من الصرف في 6 مواضع. همون کسانی که عربی را نمیفهمند، من برای برادرایی که در درس اشتراک میکنم میگویم، کسانی که عربی را نمیفهمند، کلمه‌های عربی که من خوانده سعودیم قاعده ها را نمیدونن، اقلا تاجیکی هاش نوشته گیرن، کنسپیک کنن. خب آن علمی که الممنوع من الصرف می باشد در 6 جا می آید. یعنی که علم در 6 جای می آید. یکم اذا کان مؤنثا، اگر مؤنث باشد، اگر چی زنانه باشد، مانند حمزه و مریم و عایشه. برای این بندها یک و دو رو میبینیم.
بندهای 1 و 2 نگاه کنید. زینب، مریم، فاطمة، عائشة، مكة، جدة، حمزة، أسامة، معاوية، طلحة. اینها همش می باشند الممنوع من الصرف دقیقاً بدو علت العالمية والتأنيث. فهميدت؟ العالمية والتأنيث. دوم إذا كان أعجميا زائدا على 3 أحرف، وقتی که اسم علم اعجمی باشد یعنی غیر عربی باشد از 3 حرف بیشتر باشد، مانند ابراهیم و اسحاق و یعقوب، برای این بندی 5 رو دیده می شود. فهمیدید؟ رقمی 5 رو دیده می شود. ویلیام و ادوارد و لندن و پاریس و پاکستان و بغداد و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یونس و یوسف. فهمیدید؟ همه اینها با کدام علت؟ یکم علمیه، دوم العجمه. سيوم إذا كان مركبا تركيبا مزجيا غير مختوم بويح. دیدید؟ هر علمی باشد که در برابر علم شدنش مرکب شدگی باشد. کدام مرکب؟ مرکبی مزجی. فهمیدید؟ مرکبی مزجی 3 نمودی اساساً ترکیب می شود. فهمیدید؟ 3 نمودی ترکیب می شود. یکی از آنها مرکبی مزجی است، دومی آنها مرکبی چی؟ خب اضافی میگویند. سوم اسنادی. فهمیدید؟ مرکبی مزجی آنی را میگویند که از 2 کلمه 1 تا نام تشکیل شده است. فهمیدید؟ از 2 کلمه 1 تا نام تشکیل شده است، با شرطی که در آخرش ویهی نباشد. مثل سیبویهی، سیبویهی نباشد. مانند بعلبکه از 2 کلمه 1 تا نام تشکیل شده. یا که حضرموت این در کشورهای یمن است اگر خطا نکنم به فکرم. حضرموت. یا که یک کس میگوید که قاضی خان، یا که ملا علی قاری. اینا همش اسمهای چی می باشند؟ مرکبی مزجی می باشند. آیدی این 3 بند صاحبی دروس لغت العربیه نآورده است، ذکر کردگی نیست. میشد که نامای شهرها را تو اسپانیا را ذکر کردن، تو لندن را ذکر کردن، میشد که حضرموت گوید، لیکن نکرده است. 4 اذا كان مختوما بألف ونون زائدتين، یعنی 4 علمی که در برابر علم بودنش خاتمش با الف و نون زیادتی باشد، مانند عثمان و مروان. برای این رقم 3 بندی حمزه را دیده می شود. رقم 3 گفت است که عثمان، عفان، سفیان، مروان، نعمان. فهمیدید؟ اینها 2 تا علت دارند، العلمیه و الالف و نون الزائدتین. الف و نون زیادتی دارند. نعم. 5 اذا كان على وزن الفعل، یعنی هر علم، هر نام خصوصی که با وزن فعل باشد. دویم علتش هر علمی که در برابر علم بودنش بر وزن فعل آمدگی باشد، مانند احمد و یزید. برای این رقم 4 بندی حمزه را دیده می شود. مثلا گفته است که احمد، انور، اکبر، اسعد. فهمیده؟ خب 6 آخران اذا كان معدولا، اگر در برابر علم بودنش معدول باشد. معدول برای این یعنی که صاحبی درست لغت العربیه مثال نآورده است. برای این مثلا عمر، زحل،
اینها رو معدول میگویند. یعنی در اصل اینها دیگر چیز بودن، شکل اینها، هر اسمی که در اصل دیگر چی بود و شکلش دیگر بود و آن را تغییر دادن، عدول یعنی کوچانیدن از اصلی، یعنی که از شکل پیشیشان اولشان به دیگر شکل کوچانیده شود و این را معدول میگویند. نام خصوصی مثلا عمر در اصل عامر بود، عمر عامر بود و عمرش کردن. زحل زاحل بود، زحل کردن. والصفة تمنع يوكي تمنع من الصرف، يوكي تمنع من الصرف في 3 مواضع. خب اکنون درباره صفات مانع صرف می شود، یعنی مانع از تنوین می شود در 3 جا. یعنی هر اسمی که صفت باشد در برابر صفت بودنش اذا كان على وزن الفعل، بر وزن فعل باشد، وای هم تنوین نمیگیرد. مانند اخضرو اکرمو، برای این رقم 4 بندی بر دیده می شود. ابیضو اسودو احمرو اصفرو اخضرو ازرقو. یکم علتش چیست اینها رو؟ صفت. دویم وزن فعل، وزن فعل میگویم. دویم اذا كان مختوما بألف و نون زائدتين، هر صفتی که در خاتمش الف و نون زیادتی داشته باشد، مانند عطشانو، برای این یعنی بندی که رقم 3 بندی الف و با را دیده می شود. نه با را دیده می شود، فقط با را دیده می شود، چون که باری باید خوندیم که باید علم است. کسلانو جوعانو عطشانو شبعانو ملآنو، اینها 2 تا علت دارن. یکم صفت، دویم چی؟ در آخرش الف و نونی زیادتی می باشد. سیوم اذا كان معدولا، درباره این هم یعنی صفت معدول، خیلی که علم معدول گپ نزده بود، ذکر نکرده صاحب کتاب، در اینجا نیز چرا صفت معدول رو نیز ذکر نکرده است. مانند مثنى و ثلاثه و رباع، مثلا مثنى دوتا می شود معناش، نگاه شکلش تنهاست، اما وقتی معنی دادن مثنى ای اثنین، مثنى این در اصل دوتا بود، فهمیدید؟ ثلاثه سه، رباع 4 برای این از مثلا تو دوتا گفتن ثلاثش کردن، یعنی از شکل اول به دیگر شکل گذرانده شد، این چی میشه؟ معدول شد. در کتاب بدو؟ آیا کتاب بدو مدامه که در همینجا که آیا را ذکر کرد خوب میشد ذکر کردنش. نعم، این است بارک الله فیکم درس امروزی ما. تمارين مشقها الكلمات الجديدة للدرس 22، كلمة های نو برای درس 22. ازرق شکل تنهایش رو می نویسید، زرقا شکل تنهای زنانش رو می نویسید، زرق شکل جمعش رو می نویسید و معنای تنهایش رو می نویسید. تمرین مشق اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مع ضبط أواخرها، کلمه های زیرین را بخوان و آنها را با حرکت آخر حرکت گذاری بکن. یعنی مقصد گفتی شده است که محمدون، اما خلاص منصرف، خالدون منصرف، مريم غير منصرف. والسبب العلمية والتأنيث، العلمية والتأنيث. كيف هذا؟ فاطمة العلمية والتأنيث، عباس منصرف، حمزة غير منصرف، العلمية والتأنيث.
مساجد غير منصرف فيه علة واحدة صيغة منتهى الجموع إلى آخره. الأسئلة سوالها اذكر تعريف الممنوع من الصرف. تعريفي الممنوع من الصرف رو ذکر بکن. همین خودش کفایت میکند برای یعنی ذکر کردن الممنوع من الصرف. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.